بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به محضر حضرت بقیت الله الاعظم و روحی لمقدم الفداء و نائب برحقش خورشید درخشنده انقلاب و امید مستضعفان عالم حضرت امام خامنه ای. من فرزند جیرفت و عنبرآبادم، من فرزند بارز و نشانم، من فرزند دقیانوس و عرتم، سرزمین چهار فصل. جناب آقای دکتر لاریجانی، من با شما صحبت میکنم. در جنوب کرمان بیش از 30 اداره کل، سازمان و دانشگاه و شرکت دولتی داریم. یعنی زیرساخت‌های اداری آماده است، آماده استان شدن است. انتظار مردم از شما آن است که تدبیر شما را عملا در منطقه خودشون ببینند. تا زمانی شما بخواهید و در خدمت شما باشم، با هیچ کس بر سر حقوق شما معامله نخواهم کرد. ای امام، امر از شما و اطاعت از ما. کیست که به فریاد ناله ها و دردهای اون زحمتکشان برسد؟ سال گذشته سال عزای کشاورزان ملت ایران بود، سال گرفتاری و رنج و مشقت کشاورزان بود. به داد این زحمتکشان پیره بر دست برسید. آه و ناله اینان بنیانسوز است. برادران،